خب بچه به صف بشید ببینم. امروز میخوام مبحث لطیه بتونم زش بدم. همه خبردار، شروع میکنیم. وقتی را میرید کتابا بشه، دستاتونم باید یکم تا بشه. ببخشید من یه سوال دارم، میشه یه تیزی همراهمونه باشه؟ تیزی میزی اینجا جواب نمیده، یه لوتی با دست خالی جلو میره. این قسمت خیلی مهمه، همتون گوش کنید ببینم. تو درگیری ها باخ ندید، واسه دعوا تو محل طرف نرید. به زن و بچه کسی فش ندید، بقیه‌اش هم بسپا به بالای اوسکری. دیشب بودم سرازری، من بودم علی محمد نقی. یکی خیلی جب بهم نگاه کرد، منم دوتا زدم تو فکش سره. به خاک تو سرت، هرکی چپ چپ نگاه کرد که نباید بزنیش اسکل. باید رو کفشه آرم مرق باشه، شلوار بزرگ باشه، هرچی توش جاشه. فردا میخوام امتحان بگیرم، برید تمرین کنید تا که فرداشه. خودت ببینم بدوید.